سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد به چه شکل هست. ایسنا. سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر. آقای بقایی، من یه سوال دارم در ارتباط با نحوه حالا مذاکراتی که بین ایران و آمریکا قرار انجام بشه. خبرگزاری فرانسه امروز اعلام کرد که پیش از مذاکرات ژنو و امضای در حقیقت یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا قراره که مذاکرات مقدماتی در دوحه برگزار بشه. می‌خواستم بدونم که این خبر تایید می‌فرمایید و اینکه میشه توضیح بفرمایید که مکانیزم امضا در روز جمعه در سوئیس به چه نحو خواهد بود؟ از ایران چه کسی در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد؟ مرسی. در مورد جزئیات به زودی اطلاع رسانی خواهیم کرد. این که قبل از نشست ژنو سفری به بعضی از کشورهای منطقه صورت بگیره در دستور کار هست. به محض اینکه قطعی شد خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی بله برنامه داریم که سفری به برخی از کشورهای منطقه و همسایه داشته باشیم. در مورد نحوه امضا هم همونطور که عرض کردم اجازه بفرمایید که ظرف همین امروز فردا تصمیم گیری قطعی صورت بگیره و ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. بفرمایید فرارو. سلام، وقت شما بخیر. شما اخیراً سفری داشتید به همدان برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت شهید شادمانی و قرار بود که اونجا سخنرانی بکنید. یه سری اخباری اومد مبنی بر اینکه اتفاقاتی افتاده، گویا حواشی به وجود اومده. حالا به طور مشخص گفتن که توی یکی از تجمعات گویا به شما حمله شده و یه جایی نذاشتن که شما سخنرانی بکنید. ممنون میشم اگه یه مقداری راجع به این اتفاقات همدان توضیح بدید. خیلی متشکرم. خب اگر بخوام حسی بگم میگم که به شکست اگر دل من به فدای چشم مستت، بعدش چیه؟ سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. نه واقعا ببینید، من اولا لازم هست تشکر بکنم از میزبانی، مهمان نوازی و مهربانی مردم خوب همدان. برای من یک تجربه فوق‌العاده بود. بنده بنا به دعوت خانواده محترم شهید شادمانی به مناسبت سالگرد شهادت ایشون در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال گذشته به همدان رفتم و خب از این فرصت استفاده کردم برای دیدار با مردم خوب همدان. جلسات خوبی داشتم با اساتید دانشگاه بوعلی، همینطور با علما و فضلای همدان. شب هم در مراسم بزرگداشت شهید شرکت کردم. سخنرانی کوتاهی هم داشتم. این مواردی که اشاره شده خب غلو کردن. من فکر میکنم وظیفه ماست که ضمن حضور در جمع مردمی که در این 100 و چند روز بصیرت، استقامت و عشقشون به کشورشون رو نشون دادند، هم حاضر بشیم هم حرفاشون رو بشنویم. یکی از مختصات لازم برای هر کسی که مسئولیتی رو بر عهده میگیره سعی صدر هست. بنده با کمال افتخار در اون جمع شرکت کردم. هم به ابراز لطفشون گوش کردم و تشکر کردم، هم حرفا و گلایه هاشون رو شنیدم و قطعاً هم گلایه ها و هم ابراز لطف مردم خوبمون برای ما فوق العاده مهم هست در جهت انجام وظایفمون. خانه ملت. آقای دکتر سلام، خدا قوت. در حاشیه موضوع در واقع تفاهم و احتمالاً توافق احتمال ادامه تفاهم به توافق خواهیم رسید، موضوع پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و همینطور خونخواهی رهبر شهید مطرح است. بفرمایید که این موضوعاتی که مطالبه عمومی هستش چطور ادامه پیدا خواهد کرد و در دستور کار وزارت خارجه خواهد بود یا خیر؟ ممنونم. حتما هست. من فکر میکنم
موضوع خونخواهی از همه شهدامون موضوعی دائمی. هیچ کس نمیتواند به هیچ عنوان از جنایت بزرگی که در حق ملت ایران انجام دادن بگذره یا فراموش کنه یا ببخشه. بنابراین این مطالبه یک مطالبه دائمی و مستمر خواهد بود. ما به عنوان وزارت خارجه قطعاً از هر ابزاری استفاده خواهیم کرد، هم برای مستندسازی جنایات، هم برای تبیین جنایات شومی که در حق مردم ایران روا داشته شد. این یک کار دائمی و مستمر هست که از هر نهاد بین‌المللی، از هر سخنگاه بین‌المللی استفاده خواهیم کرد برای ثبت و تبیین این جنایات و برای دادخواهی. بنابراین در این امر شکی نیست که دیپلماسی و رسیدن به تفاهم با طرف مقابل برای خاتمه جنگ، برای کاهش تنش، به این معنا نخواهد بود که ما جنایاتی که در حق مردم ایران صورت گرفته رو فراموش خواهیم کرد یا خواهیم بخشید. نور نیوز بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خدا قوت. خسته نباشید میگیم به شما و تیم دیپلماسی. سوال من در این خصوص هستش که آقای دکتر، آیا این تفاهم رو میشه به عنوان معنای تلیه دوستی بین ایران و آمریکا و ورود به یه مرحله جدیدی از روابط تلقی کرد؟ آیا چنین چیزی اساساً منطقی و امکان پذیر هست یا خیر؟ متشکرم. خب ببینید، ما بعد از حدود 100 روز، اگر از ابتدای جنگ تحمیلی در نظر بگیریم تا الان 107 روز تا الان، بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، بعد از اینکه طرف مقابل داعیه از بین بردن تمدن ایران رو داشت، به دنبال تخریب همه زیرساخت‌های ایران بود، با بدترین تعابیر از ملت ایران نام برد، رسیدیم به جایی که شب گذشته تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها نهایی شد. خب فکر می‌کنم بررسی چرایی این روند خودش گویا خواهد بود. در این حال باید با کمال تأسف اذعان کرد که عمق بدگمانی ایرانیان نسبت به آمریکا به دلیل شرارت‌های طولانی هیئت حاکمه‌های آمریکا در حق مردم ایران که برمیگرده ابتداش به سال 1953 و قبل از اون تا الان، چنان بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا، بین مردم ایران و هیئت حاکمه آمریکا ریشه‌دار هست که آمریکا راه طولانی داره برای اینکه اعتماد ایرانیان رو جلب بکنه. بنابراین این صرفاً یک گام بود در راستای کاهش تنش، در راستای خاتمه جنگی که هم به منطقه ما آسیب زد، هم باعث آسیب فراوان شد علیه ملت ایران و هم باعث خسران و شکست سنگین برای آغاز کنندگان این تجاوز. مردم ایران به خوبی نشون دادن که در راه دفاع از کیان ایران و در راه صیانت از عزت و استقلال و حاکمیت ملیشون از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و لذا ما باید ببینیم که مسیر آینده به چه سمت و سوی خواهد رفت. ایرنا بفرمایید. سلام جان سخنگو، وقت شما بخیر.
آقای بقایی، در روزهای منتهی به اعلام حصول توافق اسلام آباد، برخی نگرانی‌ها و ابهامات در داخل کشور درباره محتوای این یادداشت و همچنین روند تصمیم گیری برای پذیرش اون مطرح شد. هرچند بیشتر این مسائل از سوی برخی جریان‌های سیاسی خاص عنوان شده، اما به نظر میرسه در بین افکار عمومی هم پرسش‌هایی در این زمینه وجود داره. لطفاً توضیح بفرمایید چه فرایندی برای دستیابی به این توافق و تفاهم ابتدایی طی شد و آیا نهادهای نظامی، امنیتی و سایر مراجع زیرربط کشور با این متن یادداشت موافقت داشتند و اینکه نقش انسجام ملی در حصول این تفاهم و پرنگه داشتن دست مذاکره کنندگان در مرحله دوم مذاکرات رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ متشکرم. به همون اندازه که مدافعین وطن در عرصه نظامی نیازمند حمایت از طرف مردم هستند، به همون اندازه شاید بیشتر فرزندان ایران در دستگاه دیپلماسی نیازمند حمایت و انگیزه بخشی از سوی مردم هستند. در این که انسجام ملی، پشتوانه حمایت مردم نقش اساسی و بنیادین داره در پیشبرد هر روندی، چه در دفاع سخت و چه در دفاع از ایران در عرصه دیپلماتیک تردیدی نیست. روند تصمیم گیری خیلی شفاف، خیلی روشن هست. نهادهایی که در روند تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی نقش دارن، ذی‌مدخل هستند، خیلی روشن هست. نقش شورای عالی امنیت ملی کاملا در تصمیم سازی و تصمیم گیری برجسته است. بنابراین همه دستگاه‌های حاکمیتی که طبق قانون نقش و وظیفه‌ای در روند تصمیم گیری دارن در حوزه سیاست خارجی، نقششون رو به بهترین وجه انجام دادن. بیانیه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص خیلی روشن هست. در این زمینه ما باید خدا رو شکر بکنیم، هم به خاطر انسجام ملی و هم به خاطر اینکه در روند تصمیم گیری حقیقتاً همه ارکان نظام با نگاهی خردمندانه، با در نظر داشتن منافع ملی به بهترین وجه کار خودشون انجام دادن. جا داره که از آقای دکتر قالیباف به طور خاص به دلیل پذیرش مسئولیت بسیار حساس و سنگین اداره مذاکرات تشکر بکنیم.